تقریبا 2 ماه پیش من تصمیم گرفتم که یه محتوایی داشته باشم که حالت انیمیشن ساده داشته باشه و داستانوار بره جلو. وقتی بعد 100 سال که وارد این قضیه شدم، یعنی برگشتم به چنلم و نگاه کردم، دیدم وای خدای من، همه دقیقا دارن همین محتوایی که من 2 ماه پیش بهش فکر می‌کردم و دارن انجام میدن. یه کمی اولش ناراحت شدم و به این فکر کردم که واقعا کمالگرایی داره بهم آسیب میزنه. ولی بعدش به این فکر کردم که خب اگه تعداد ما بیشتر باشه خیلی بهتره و میتونیم همدیگه رو حمایت کنیم. حالا من 2 ماه پیش چیکار کردم؟ بک‌گراند خونه‌مو درست کردم، یه کاراکتر از خودم ساختم. این کاراکتری که الان می‌بینی یه فیگور ساده‌ای از اونه و خودمو به زور قانع کردم که دقیقاً همین مدل تو یوتیوب پستش کنم. همین که داشتم فکر می‌کردم که این کمالگرایی واقعا به ضررم داره تموم میشه و من داخل یک گودالی هستم که هیچ هی دارم درونش میافتم و من نمیتونم از اون نجات پیدا بکنم. قراره کلی داستان اینجا گفته بشه. اگه تو چنل من بودین میدونی چه داستانایی میگم و خیلی خلاقیت توش هست و نمیتونین تاشو حدس بزنید. اما این درس امروز ما حذف کمالگراییه و نباید ما کاری کنیم که ساز کمالگرایی ما رو وادار به چیزی بکنه که نیستیم. ما رشد میکنیم وقتی کاری انجام بدیم، وقتی انجامش ندیم هیچ وقت رشدی وجود نداره و پیش به سوی کارهای هیجان انگیز. حمایت فراموش نشه. به زودی میام میبینمتون.